سلام بچه، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. قبل از هر چیزی لطفا سابسکرایب رو همین الان بکوبید. مرامی دیگه، خدا وکیلی. اون قبل همین ویدیو جدید پوتک رو ضبط کردم، اون داره آپلود میشه الان. یعنی وقتی این ویدیو آپلود شده باشه اون یکی قطعا آپلود شده، پس اگه اینو دارین میبینین اونم برین ببینین. و اینکه بریم ببینیم آیسم چیکار کرده برامون دیگه. میشه ببینم این روزی باز تو جواب بده واسم ناز کنم. ای خواستی بیا و باز برو، نیاز دارم واسه پرواز تو رو. گفتم میشه رو جاش برو، ولی لعنت بهت فرخواست تو رو. این زندگی تلخی بازیه که تو فصلاش فقط کم داشت تو رو. دستمو بگیر این رویامه میگم واسه خنداتن و دنیا جی خیلی خوبه، پشمام. بریم از اول. به نظرم از اول نه، یه ذره بریم اول. خیلی خوبه. میشه ببینم این روزی باز تو جواب بده واسم ناز کنم. ای خواستی بیا و باز برو، نیاز دارم واسه اگه خواستی بیا و باز برو. این خیلی چیزا. پرواز تو رو. گفتم میشه رو جاش برو، ولی لعنت بهت فرخواست تو رو. این زندگی تلخی بازیه که تو فصلاش فقط کم داشت تو رو. دستمو بگیر این رویامه میگم واسه خنداتن و دنیا رو میدم. بیبی مستم کن، جایی نمیرم شبا حبسم کن. بری دیگه نمیزنه نبزم تون، با هر کم دورم سردم بیبی حبسم کن. چی گفت؟ شبا حبسم کن. بری دیگه نمیزنه دنیا رو میدم. بیبی مستم کن، جایی نمیرم شبا حبسم کن. مستم کن، جایی نمیرم شبا حبسم کن. خیلی خوبه، تکسش هم باحاله. بری دیگه نمیزنه نبزم تون، با هر کم دورم سردم چون واسه هر دومون عاشقی سر درد شد. هر جا هم برم بهت وصلم رو، دیگه حرفامو هیچ جوره نمیگم بهت. سنگ شده دل دیگه نمیخنده، فکر نمیکردم و از دست بریم. گفتم دبامونم مثل سری قبله، دلشم تنگ نمیشه دیوونه هر سری به زنگ زد عشق بریزه. یا همش همینجوری میره جلو. نظرم یه بیت دراپ لازمه. دیوونه هر سری به زنگ زد عشق بریزه. این ویژوالایزرش هم باحاله. روزی خسته میشه، یه روزی میای میدونی دیره، تا اون وقت میمونن این ابرا تیره. گرفتم ساعت و چند بار رو تیپه گوش میدم، هنوزم نفسم میره. جهت فاصله است کار زود کنم به قاصده. دیدمت دوباره باز برس، خالی شد کنارم جا چقدر فاجعه. بگو میشه ببینم یه روزی باز تو رو جوابمو بده واسم ناز کن. ای خواستی بیا و باز برو، نیاز دارم واسه پرواز تو رو. گفتم میشه رو جاش برو، ولی لعنت بهت فرخواست تو رو. این زندگی تلخی بازیه که فصلاش فقط کم داشت تو رو. دستمو بگیر این رویامه میگم واسه خنداتن و دنیا رو میدم. بیبی مستم کن، جایی نمیرم. حاجی آیسم خیلی استاندارده. من نمیدونم چند سال پیش چرا فقط کاور آهنگا رو میزد و خودش هیچ کاری نمیکرد، یا حداقل کمتر کار میکرد و فقط کاور میزد. چون یادتون باشه یا نه، قبلا فقط کاور میزد آیسم. و اینکه بعد خیلی وقت پیش به نظرم شروع میکرد وقتی این استعداد داشت. حالا خیلی خفنه به نظر من دیگه. شبا حبسم کن، بری دیگه نمیزنه نبزم تون، با هر کم دورم سردم چون واسه هر دومون عاشقی سر درد شد. هر جا هم برم بهت وصلم رو، دیگه حرفامو هیچ جوره نمیگم بهت. سنگ شده دل دیگه نمیخنده، فکر نمیکردم و از دست بریم. گفتم دبامونم مثل سری قبله، دلشم تنگ نمیشه دیوونه هر سری به زنگ زد عشق بریزه. یه روزی خسته میشه، یه روزی میدونی دیره، تا اون وقت میمونن این ابرا تیره. گرفتم ساعت و چند بار رو تیپه گوش میدم، هنوزم نفسم میره. جهت فاصله است گوش میدم هنوز نفسم میره. زود کنم به قاصده. دیدمت دوباره باز برس، خالی شد کنارم جا چقدر.
موزیک جدید آیسم خیلی خفن بود. من مطمئنم اینو حداقل یه هفته روش قفلیم. بعد یه هفته انقدر گوش میدم خسته میشم، بعد دوباره یه هفته گوش نمیدم، دوباره از هفته بعدش دوباره شروع میشه از اوناست. و خیلی خفن بود به نظرم. این نمره بخوام بدم 7.5 8 میدم. آیسم کارش درسته کلا. و اینکه سابسکرایب رو بزنید دیگه. اول ویدیو هم گفتم، الانم میگم اگه تا اینجا دیدین که دمتون گرم، خیلی خفنید. و اینکه دیگه وقت خدافزیه. پیس.